سلام دوستان و همه آنهایی که در این فرصت برنامه ترانس در من را تماشا دارند. ما چون هر وقت در مورد اساسی ترین موضوع این دور زمان یا خود درباره پول حرف میزنیم و این نوبت مطلبی وابسته به پول‌های بزرگ عالم فوتبال 8 گزارش‌های نافهمای تابستانی می باشند. برای خط مذکور برقصدانه بازیگرانی را به مثال هاورتز و خیالوند شامل نمی‌کنیم، زیرا اطراف این نفران گپ و غیبت‌ها به این هم زیادند. در این مطلب ما عاید ترانسفرهای حرف میزنیم که عین حال منفعت‌آور بودنشان را اثبات نکردند یا از اول عملی کنی این گزارش‌ها در عموم نافهمه بود. آردا گولر نمیتوان گفت که ریال در گزارش این ترکی جوان زیاد چیزها از دست داد. 21 میلیون یورو از برای بازیگری جوان و با استعداد بخصوص بهره تیم شانه آنقدر پولی بزرگ نیست، ولی خود اندیشه عملی کنی این گزارش نافهمه به چشم میرسد. خود آردا چون بازیگر واقعا هم پر استعداد است و آن را دل خاکس مشاهده کرده نمیتواند، ولی مگر او به سطح لالیگا آماده است. حتی در چمپیونات ترکیه او به خاطر جراحت یا برای آماده نبودنش زیاد بازی نمیکرد. البته که برایتان گزارش‌های زیبا گل‌ها به کنج دروازه را نشان می‌دهند، ولی اگر به خودی بازی به پرگی نگرید بودند حالت‌هایی که از دستش چیزی نمی آمد. گزارش بریال و سطح نو مبارزه با سرباری‌های زیاد تا کجا میتواند از آماده بودنی چنین بازیگر را نشان دهد. متناسباً با وجود جراحت آردا از ماه نوامبر تا حال به میدان نآمده است. رقیبان میدانی این نفر باشند بلینگم و رودریگو می باشند. مشکل است گفتند که بازیگر جوان در مقابل چنین همدستگانش با یک پای راست ایستاده میتواند. این هم بازیگر است که سرآغاز تابستان از برایش میانی بارسا و ریال جنجال‌های جهانی به میان آمد. خلاص که اگر مثال آردا تورانی زمانی اتلتیکو باشد کلی چیز خوب می شود، ولی اگر تقدیر آلن خلیلوویچ تکرار شود مخلصان بارسا در دو دنیا به حال پرس و ریال خندیدن می گیرند. میسون ماونت این ارتباطی ترانسفری تنها برای چلسی فایده آور گردید. دسته ای که بازیگری برایشان نه آنقدر در کاری را با نرخ 60 میلیون یورو از دروازه گسیل کرد. اکنون باشد خود میسون و امیو نمیدانند که چی کار کنند. در موقع اساسی ماونت در امیو سروان و پیشوای دسته برونو فرناندش بازی میکند و این هم از کمترین نفر است که در سطح منیکانیو به مهنت حلال آشی حلال میخورد. تا به حال باشد تنخاک برای بازیگری گران ارزش موقع میجوید و او در نوبت خود رفت موسمی را برایش به قول مردم جزیر کردن میگیرد. علاقه تنقیدهای خنده‌آور در توییتر انگلیسی زبان به مانند اگنت 007 یا 008 0 گل و همین قدر پرتافت گلی در 8 بازی پرمیر لیگ انگلیا پیدا شده بودند. یگانه پرتافت گلی بازیگر انگلیس در جام لیگ به قید گرفته شد. اگر از رویدادهای یگانه حرف زنیم یک بار در عربستان هم برف میبارد. ماونت باشد در موقع 10 گانه بازی کردن نمیتواند زیرا آنجا برونو است، ولی در موقع 6 گانه برایش نقله است. از چیزی که راهبریت را پیش مخلصان ناراحت میسازد، زیرا گزارش 60 میلیونه یک حیات در کورس‌های احتیاطی خواب است. یوری تیلمنس در عموم از دست این بازیگر علاقه در میانه موسم قبلی هیچ چیز نمی آمد و این هم سبب شد تا با لستر شرطنامه را تمدید نکند. بازیگر را قریب با همه تاپ دسته های اروپایی تقدیر بندی می کردند، زیرا آن پرتافت های جالب، حالت های سازمان داده شده گلزنی، بینش میدان، نظارت رفت بازی و صفت های دیگری همسان این به پول دسترس می گردید. ولی بازیگر نه به اوجی زحل رفت و نه به قهر باری ارال، بلکه در استون ویلا مسکن گرفت. نخست چنین انتخاب نافهمه بود، ولی با وجود مربی به مثال اونای امری و درست گرفتن اسلوب بازی انتخاب معنی پیدا کرد. در افتکار باشد نقشه یک باره از خود ثمر نداد. از 12 بازی در پرمیر لیگ انگلیا تیلمنس در همه بازی ها در نیمه دوم به میدان آمد.
و همگی 281 دقیقه وقت پیدا کرد. اساساً بلگیایی در لیگ کنفرانسیا ها بازی میکند و هرچند که در میدان به مثال خلطه ارد هم نباشد ولی برابر یک پای بیلینگ هم رخشان است. اگر به آمادگی جسمانی خویش دقت کند ممکن دیگر باره به یکی از نیم حمایتگران بهترین دنیایی تبدیل یابد و باز هم دهان همه بیکارها و غیبتخانه ها را بندد. برنان جانسون این بازیگر را تیم پاستیکاگلو بعد رفتنی هری کین سراسیمه‌وار گرفت و اینجا دیگر یگان بهانه وجود ندارد. دسته به بازیگری کناری پرسرعت احتیاج نداشت ولی وقتی که کین یکی از دسته می رود لیوی خصیص یک 45 میلیون پوند از جای برآورده به جانب فورست می پاشد. برای از این خوبی هایش نسبت جنگلی ها جانسون را خودی می کند. هرچند که بازیگر تجربه بازیکنی در خط حمله را داشته باشد هم فرقیت بین او و کین از زمین تا آسمان است. ما بارها دیدیم که کین چی بازی دارد ولی جانسون بازی در موقع آزاد را خوش میپذیرد و دفاعگران را با سرعت میگذرد. فوتبال سرمربی نوی تاتنهام پاستیکاگلو باشد این هجوم های موقعی میباشند. اینجا میتوان آید دلیل جالب حرف زد. دقیقیت پاس های بازیگر در موسم قبلی 62.5% را تشکیل داده بود و این هم برای بازیگر موقع عالی نیست. در صف ناتینگهام هم جانسون از کنار راست به میدان می آمد جایی که در تیم نوش کلوسفسکی بازی می کند و قریب که اشتباهش را کم اندر کم می توان یافت. این هم خریداری ماونت را به یاد می آورد و باز هم گپ آید فراموش شدن بازیگری قیمت در کرسی های با صفت احتیاطی می رود ولی با وجود این جانسون امکانیت بازی خوب نمودن در کنار چپ را دارد زیرا ریچارلسون این موسم به مثال خیرس نو به خواب زمستان رفت. همه خریداری های دورتموند نیمچه زابیتسر فیولکروگ بنزبینی خودی دورتموند عین حال در بحران قرار دارد. دسته را به قول تبلرزه غم می‌دهد و شماره بازی‌های موفق و ببار هیچ یکدیگر را ترک نمی کنند. نسبت فیولکروگ سوال کمتر است. او کم اندر کم گل میزند به دسته در سازماندهی هجوم کمک میکند در عموم فعال است و یا به قول برنامه هایش را سری وقت می سپارد. اما در خصوص نیم حمایتگران چنین گپ‌ها را گفتن گناه است. زابیتسر و نیمچه را به خاطر عوض کنی بیلینگهم آوردند ولی سباستیان کل در این کار نه به صفت بلکه به شماره تکیه کرد. این بازیگران باشند عموماً به انگلیس مانندی ندارند. ممکن این از برای فرقتی کلان در اسلوب بازی باشد. مانندی یگانه میان جود و نیمچه این شکلی ظاهری می باشد. در مورد بنزبینی باشد میتوان چنین ها گفت بازیگر در حمله فعال است و در خط دفاع تنبل می باشد. در برابر این دشمنی او با انتظام است و تا حال او سایه بیرنگ و نوری رافائل گریرو را میماند نفری که به باواریا رفته بود. در عموم هر یک از این بازیگران امکانیت خویش را پیدا خواهند کرد. با در نظر داشت زیچیت تقویم معاصر البته کسی جراحت میبردارد و کسی دیگر خسته می شود. خلاص که هر یک از این بازیگران خواه ناخواه درخشش می کنند. مثلا جانسون الکای در بازی مقابل وولفز گل زد و منتخب قزاقستان هم کدام روز به چمپیونات اروپا می رود. از رفتنها اگر سخن رود باید علاوه کرد که سرمربی منتخب فوتبالی چخیا به استعفا رفت. یاروسلاو شیلگاوی وظیفه سرمربیگی منتخب چخیا را ترک نمود. اطلاع داده می شود در سامانه رسمی تیم ملی. این بیان رخ داد که منتخب چخیا راحت اشتراک در چمپیونات اروپا عید فوتبال 2024 را به دست آورد. در بازی اخیر مرحله گروهی منتخب چخیا تیم ملی مولداویا را با حساب 3-0 شکست داد. در نتیجه منتخب چخیا با کسب 15 گل زینه دوم را اشغال نموده در مرحله نهایی یورو 2024 برآمد می‌کند. خلاصه که این مردک خوب را برای عوض مکافات دهی از کار بیکار کردند. نیم حمایتگر ارسنال ژورژینیو برای تیم‌های عربستان سعودی پسند آمده است. اطلاع می‌دهد خبررسان نیکولاس سکیرا. بنا به اطلاع سرچشمه
باشگاه سعودی نامش افشا نشده اوید گزارشی تولیوی 31 ساله گفت و شنیدها دارد. شرطنامه ژورژینیو با لندنی ها تابستان سال آینده خاتمه می‌یابد، ولی آرسنال از امکانی تمدید کنی شرطنامه به یک موسم دیگر برخوردار است. موسم جاری ژورژینیو در صف آرسنال 15 بازی در همه مسابقه ها گذرانیده، یگان عملی نتیجه بخش در آمار ندارد. ارزش تخمینی فوتبال باز به فرضیه سامانه ترانسمارکت 15 میلیون یورو می باشد. پیشتر ژورژینیو اظهار نمود که میخواهد با آرسنال جایزه به دست آورد و از این تیم رفتنی نیست، ولی بعد آنی که عظمت پولداری عربیان و مشروع این سابق برزیلی هم رسید از دلخوانیت جایزه گیری بیزار شد و تیزکک جام داغون کردن است. اگر اطراف موی سفیدان بازارگذاری فوتبالی حرف زنیم، با قول آلمانی های ذکی مسی گران ارزشترین بازیگر میان بزرگسالان دانسته شده است. پایگاه آماری ترانسمارکت 10 گانه گرانترین بازیگران سنی از 34 سال بالا را معین کرده است. رده‌بندی مذکور حمله‌ور اینتر میامی لیونل مسی صدرنشین شد که 35 میلیون یورو ارزش دارد. در رده‌بندی مذکور بیشتر از نیم بازیگرانی تا 5 چمپیونات ها را نمایندگی می‌کنند. بعد مسی قیمت‌ترین روبرت لیواندوفسکی 35 ساله از بارسلونا با ارزش 30 میلیون یورو بوده، کریم بنزما از الاتحاد و کریستیانو رونالدو 38 ساله از النصر 15 میلیون یورو نرخ گذاری شده‌اند. پیرانیکار از اورو فوتبال در دم پیری هم صاحب چنین نرخ‌های گرانند و تا حال اسلحه بزرگ را در اختیار دارند. توصیه آخران است که به فوتبال بازان ما این نرخنامه ها را نشان ندهید، زیرا باز نشود که یکی از آنها از کسب خویش به پرگی دست کشد. اگر گپ سری دسته پرس برود، میتوان گفت که بازی های منتخب ها کلی مشکلات را به سر این تیم جور کرد. ریال به شرافت جراحت بازیگران اساسی مجبور شد رسته های بازار را خبر گیرد. اینجا گفته می شود که ریال عوض کننده وینیسیوس را در آلمان پیدا کرد. ریال نیت دارد که خط حمله را در رفزنه زمستان ترانسفری پرقوت کند. شتور اسپورتیس خبر می دهد تیم مادریدی وابسته به جراحت وینیسیوس مجبور شد که به بازار برآید. برزیلی تا ماه فوریه سال آینده به میدان آمده نمیتواند. یکی از نامزدها برای عوض کنی وینیسیوس حمله‌ور لیپزیگ تیمو ورنر می باشد. در ریال میدانند که امضا کنی تاپ بازیگر زمستان مشکل خواهد بود. از این رو آوردن بازیگران درجه دوم را بررسی میکنند. ورنر این موسم بازیگر اساسی لیپزیگ نبوده، در حساب حمله‌ور 27 ساله 2 گل در 8 بازی بوندسلیگا می باشد. در لیگ چمپیون ها باشد آلمانی هیچ عملی نتیجه بخش در آمار ندارد. عموما فوتبال باز 370 دقیقه در میدان گذرانیده است. شرطنامه فعلی تیم با لیپزیگ باشد تا تابستان سال 26 بوده. مطابق معلومات سامانه ترانسمارکت ارزش بازاری ورنر 20 میلیون یورو را تشکیل می دهد. آوردن ورنر هم ممکن که تکراری خریداری لوکا یوویچ باشد، کاری که اخیراً باعث ایجاد دردسر گردید و تا حال دوایش ناپیداست. باواریا باشد با بازیگر کناری 17 ساله منتخب استرالیا نستری ایرانکوندا شرطنامه بست. این هم بازیگر است که والدان او کشور بروندی را از برای بیماری دخترشان و جنگ شهروندی ترک کردند. نستوری در اردوگاه گوریزه ها در کشور تانزانیا تولد شده است. تیم میونخنی آید گزارش بازیگر کناری ادلاید یونایتد نستوری ایرانکوندا اعلان نموده فوتبال باز به صف باواریا روز 1 یولی سال 24 می پیوندد. از همین روز بازیگر 18 ساله می شود. در میونخن البته با امیدند که نه بازیگری به مثال ریناتو سانچش را خریدند و یک نفری رخشان و جوان دیگری به مثال جمال موسیالا صف باواریا دهشت افکن را زد می دهد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.